میگذارد. یعنی ما با مستقلیت سود علاقه شبهه میکنیم، چون که هنگامی در سخن اوکراین زیر حمایه‌مون علاقه محکوم شده از زاید شریف گفته بودن که من از سود تنها یک چیز رو خواهش میکنم که سود مستقلیت خود را از دست ندهد. یعنی وقتی مستقلیت سود با حکم سودی تامین کرده بشد، این دلیل به واسطه عدالت سودی نیست شده میتونه. اما از اونی که مثلا تنها تعیینات خوانده شده و یک قسمی موادهای پرونده جنایتی و تفتیشات ایلاگی میگردن و از روی همون حالتی جای داشته همین قدر ما مقرر کردیم که همون حالتی که عیبدار کننده دولتی در هنگام برآمد خود قرائت کرده بودن، یعنی با تفتیشات ایلاگی گرداندن یک قسمی پرونده وابسته به قلابی، اویدی یک قسمی پرونده وابسته به تجاوز و اسقاط حمل، اینچنین علاقه جنسی با شخصی به سن 16 نرسیده، در همین قسم در حکم سودی نیست و تفتیشات ایلاگی گرداندن این حالت‌ها در حکم آورده شده است. افسوس بار دیگر میگویم که عین زمان همین حکم در دستمون نیست و به واسطه تا به اینجا آمدن ما با زیر حمایه‌مون صحبت کردیم. در دست زیر حمایه‌مون نیست سید زاید شریف نیست، نسخه همین حکم یا اقتباس از همین حکم عین زمان جای ندارد. ما پورا و دقیق گفته نمیتونیم که سود کدام در خلاصه براری خود به کدام اساسهای مرافعه و مادی تکیه کرده نسبت زیر حمایه ما چنین حکمی عیبدار کنی برآورده است. در حالتی که در رفت بررسی پرونده بغیر از اون دلیل هایی که در داخل موادهای پرونده جنایتی جای داشتن، از جانب ما چندین دلیل های پیشکش کرده شده بودند که از جانب عیبدار کننده دولتی نسبت آنها یگان ایراد گرفته نشد و نسبت آنها یگان دلیل ایلاگی از طرف آنها پیشنهاد شد. از آن جمله مثلا همه میدونن وابسته به گذراندن تشخیص DNK، وابسته به اونی که نسبت زیر حمایه ما اوید گرفتن پاره دلیل پیشنهاد میکنن و ما با دلیل خطی به سود پیشنهاد کردیم که در همون لحظه که از طرف مقامات عیب اعلام کرده شد زیر حمایه ما در وظیفه وزیری قرار نداشتند. لحظه های سفرهای خدمتی زیر حمایه